و اینچون یک زن آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله دختری من عده نشسته است، یعنی شوهرش وفات کرده است. زنی که شوهرش وفات کرده است 4 ماه و 10 روز باید به کوچه نبراید. به کوچه که نبراید خیلی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید. بنابراین من آمدم گفت تا اینکه سؤال او را دهم. ببینید عذر دخترش را اول بیان کرد پیش از آنکه سوالش را دهد. برای چی؟ حضرت علی هم عذر را بیان کرده ایستادن، اون زن عذر دختری خود را اول بیان کرد. این دلالت میکند که انسان سوالش باید خودش دهد. برای چی؟ برای آنکه آدم مفتی گاه به سوال دادن صاحب سوال محتاج میشه. میگوید که در کدام حالت این کار را کردی، چند مرتبه کردی، آیا در آن وقت صبح بود یا شب بود، مثلا زمستان بود یا تابستان بود، در سفر بودی یا در حضر. و این سوال آدم وکیل باید جواب داده نمیتونه. من ندونم من اینش نپرسیدم. یعنی آدم مفتی حاجت به سوال پیدا میکند. بنابراین بهتر است که خودی سوال دهنده سوال دهد و گاه ها وکیل سوال دیگر خیلی آورده میرساند. سوال دیگر است، اسلوبی بیانش دیگر خیر است، خطا نقل میکند، یا اینکه جواب برده خطا نقل میکند. بنابراین برای احتیاطاً شریعت امر کرده است که هر یک کس سوال خودش بپرسد. بنابراین ما هم مجبور شدیم این برنامه ها برای آن است که هر یک آدم سوال خودش تواند پرسد. بنابراین خوب میشد که اون برادرای سوال دهند که سوال های شخصی را دهند، شخصی خودشانه، نه سوال های عام. حکم سجده سهو چیست، حکم سجده تلاوت چیست، چیزا عام است. ما اینه در شرح کتاب ها بیان کرده ایستادیم و کردگی هستیم بعضیش. اما سوال شخصی که حادثه که شده است انسان نمیتونه اون در کتاب بیاورد. بنابراین برای آنها باید بیشتر فرصت دهیم که سوال های شخصی دارن. مثلا به نزد طبیب رفته است، طبیب گفته است که خیلی که در بالا گفتید مسح باید گیری، اینا باید سوال دهند. یعنی این چیزا که در کتاب یافتنش به همه میسر نمیشه.